سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به کانال آموزشی بیگ استایل. دوستای عزیز، امروز قرار است یک مدل وایس ال مدل دخترانه است. امروز قرار است امیر بزنیم. دیگه ویدیو را از ندید، ویدیو را تا آخر تماشا کنید، به خاطر که تمام جزئیاتش را اینجا آموزش میدیم. ویدیو را تا آخر تماشا کنید. اگر کانال را سابسکرایب نکردید لطفا کانال را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی جا نمانید. دوستای عزیز، اندازه اینا که از قبل آماده شده است. خیر است ما در ویدیوهای بعدی برای شما آموزش میدیم که اندازه ها را چه قسم بزنیم. دیگه صفت آثار چی را در ویدیوی جداگانه تشریح میکنیم. دیگه دوستای عزیز، این مدل ببخشید یک اندازه تابله است، اندازه زیر کار است. بازی را نتیجه کار را سهل کنید باز متوجه میشین که در کجا کاربرد داره، در کجا استفاده میشه. بازی را تا آخر ویدیو تماشا کنید. میگم برای شما فعلا در قسم نکنید که است خودش اینمی یک چیز است، مقوا است، خیلی سفت است. دیگه زمانی که شما اندازه را خط میکنید روی مقوا فکرتون باشه که از طرف خط کنید که قاد بدی مقوا این قسمی ببینید. دیگه زمانی که اگر شما از این طرف چکنید قاد نمیدی میده میشه زود، به خاطر که یک است این قسمی میاد. دیگه باز به خاطر که این یک ذره جمع شد دیگه کش بدی منظوری است. دیگه باز از این طرف نکنین. صحیح شد؟ باز دیگه حالا ما اینی را چسب میزنیم که از اندازه چسب تابله زیر کار است. حالا این زیر رویش چسب میزنیم، از رویش نه، به خاطر که دندانه دار است کمی چسب کش نمیدی. دیگه از رویش چسب میزنیم. ببینید بینی اندازه چسب میزنیم، تقریبا چسب زیادتر بزنیم به خاطر که پاسون کمی چی میاد چمچروب میاد زیر کار. این شد بینی اندازه این قسمی میچسبونید. دوستان متوجه باشید که جنس برعکس کنید. زمانی که از این طرف نزنید سعی کنید از روی کار برعکس کنید، یعنی در اصطلاح ساده بگیم از دیگری ریش بزنید. صحیح شد؟ این قسمی که چکار کنید یکم بچسبید. باز این ساحه رو ببینید چسب میزنیم اطرافش را به خاطر لبتا چسب میزنیم. صحیح شد؟ این چسب فقط به خاطر چی است؟ لبتا است. آرچار چسب میزنید این اندازه. صحیح شد؟ خب صحیح شد. این چسب بازی تکمیل شد. حالا میم روی اندازه جلوی کار، پیش کار که به خاطر یک ابرم دارد. دیگه باز ایرک چسب میزنیم این قسم ایران. صحیح شد؟ بین اندازه قسم یک چسب بزنیم. بعد از چسب تمام شد بین یک چی کنیم ابر رو چسبانیم، یعنی ابر سفید است. یعنی اندازه داره ایران مثل لیزی قیچی بزنیم این قسمی وزیره که به خاطر میچسبونیم که روی کار یک کمی چی بیاید نرمتر بیاید. صحیح شد؟ حالا اینجا رو چسب میزنیم. این قسم بعدی رو چی می‌کنیم؟ این قسم میچسبونیم دینه ساحه. ببینید یک فاصله ای را رعایت کنید به خاطر که به این لبتا میشه باز ای به این لبتا میشه. فهمیدید؟ با اینکه این قدر یک فاصله رو مراعات کنید یادتون نره. این قسمی رو از انتفاع کنید به خاطر که روی چی بچسبه روی جنس. صحیح شد؟ باز اینی که است دهان کار است. صحیح شد؟ اینی زیر کار میاد دهان کار است. باز اینی را به خاطر لبتا چی میکنیم چسب میزنیم بینی اندازه. صحیح شد؟ دقت کنید بینی اندازه. دیگه باز دوستان متوجه بشین که این اطراف را دور شد میچسب نمیزنیم به خاطر که خاطر چی است با یکسان یا از یکسان زیادتر دینی اندازه اینا سعی کنید تا این اندازه را به خاطر کلاف کردن میاره. فهمیدید؟ باز دیگه اینی رو با این چی میکنیم این قسمی بروش میزنیم با دیگه ایرم. صحیح شد؟ خوب دوستای عزیز، اومدیم روی لبکی کار. ما رو لبکی میگیم. دیگه این اندازه دارم. دیگه باز این قسم قیچی زده میشه. دیگه ببینید این لبکی کار است. به خاطر سعی کنید اینجا لبکی کار که است صرف به خاطر چی است سوار کردن آستر است که باز بعدا برای شما آموزش میدیم که چطور اینا را دیگه سوار کنید آستر و دیگه چی میاد زیب سوار میشه روی ازی. فهمیدید؟ یعنی هر کار که است دو تنازی است. فهمیدید؟ لازم در دو تنازی لبکی این قسمی. صحیح شد؟ حالا اینا رو چسب میزنیم بینید. صحیح شد؟ چسب میزنیم این قسم. صحیح شد؟ اگر تکمیل هم چسب نخورد قدر مشکل ندارم. دیگه باز اینی رو متوجه باشیم که اینی اندازه بانیم. اینی زیر است دهان کار نمید. صحیح شد؟ دیگه باز
این شما این را چسبوندیم فقط سه آموزش یه است که شما مهم نحوه کار متوجه باشین سعی یاد بگیرین سعی است دیگه فعلا ما این زیر کار چی نمیکنیم چسب نمیزنیم فقط این لب زیر چسب میزنیم کاملی لب کار کاملی این که خلاص شد یعنی اندازه دیگه اینی را چسب یک جا اینو با تا اینی مساحه را چسب بزنیم به خاطر لبتایش دیگه پس اینا برای شما میچه که ما ایره چسب اضافه تر کش میکنیم تا اینجا رو به خاطر که لبتا میشه لبتا که شد دیگه با زیرنی مساحه با زیرنا به خاطر دخت دادن روی آستر رو دیگه ای چیزا در اونجا کار برداره فهمیدین اگر ایره قسمی نیدیم دیگه در اونجا آستر رو دخت دادن میکنیم دیگه سعی شد خب اینا خلاص شد دیگه ای رو گفتیم این تابله زیر کار است دیگه روی کار بود دیگه که ما ابر خورده به خاطر که روی کار یک کمی چی بیاید نرمتر بیاید دیگه تابله شرم گفتیم دیگه که نحو سر دوران کار چی میشد لپتاپ میشد دیگه یعنی که است پشت کار است ما میره قبلا چسب زدیم دیگه باز اینی چسب لپتاپش رو زدیم سعی کنیم باز دیگه گفتیم که اینی رو ما دورش چسب نمیزنیم دورش رو فقط در زمانی که میچسبونین فکر شما باشه که نزدیک نچسبونین به خاطر که یعنی یک سان یا یک سان زیادتر باز دیگه اگر بونین به خاطر کلاف یکم راحت تر میشه اینی رو که ما قسمی از اندازه خیلی مثلا نزدیک در مقوا چی نگیریم همه بروش نزدیم یعنی سوهره گذاشتم به خاطر چی کلاف کردن کلاف هم پاس در ویدیوی بعدی دیگه یا دمی خیر است همین جامعهش میدیم که چطور کلاف چی کنیم کلاف کنیم متوجه باشیم که دیگه اینی را شرط قیچی نکنیم این فقط صرف به خاطر چی است کلاف کردن است خلاص که ساده تر بله شما بگم سعی شد خوب رسیدیم چسباری تمام شد حالا چی میزنیم قیچی میزنیم اینی رو به یعنی اندازه سعی شد دیگه قیچی زدیم دیگه نشنگاه زیر است که متوجه به یعنی اندازه چی میکنیم قیچی میزنیم به خاطر لپتاپ سعی شد که این قسم چی میکنیم لپتاپ میکنیم و این رو دیگه لپتاپ کردیم سعی شد این قسم موضوع خاطر رو چی میکنیم شنگاهش رو بروش میزنیم سعی شد خوب حالی اینی رو نیزی ساعت چی میکنیم قیچی میزنیم سعی شد اینی برای کلاف کردن بینیم قسم که داشتیم سعی هستیم تا اینی ساعت بان کارم اینی زاهد چسب میزنیم سعی چه قیچی میزنیم باشه اینی ساعت میدید اینی چسب سعی شد خلاص سعی کنید اینی لبکی را کست زیر شده زیر شده لبکی را از شفت نمیدید که خیلی سعی کنید قیچی شما مخوار نگیره دیگه زیر شفت قیچی کنید و اینی را کم جلوتر بذارید بیشتر سعی کنید اینی قسم دینی اندازه قیچی میزنیم سعی شد یا باز این را سعی کنید باز اینی اندازه قیچی میزنیم به خاطر که لپتاپ شکم راحت تر میشه سعی کنید اینی رو قیچی زدیم و اینی رو متوجه باشین که اینی اندازه پیش ببریم اینی رو باید برابر قیچی بزنیم سعی کنید اینی قسم سعی شد خب دوستا قیچی زدن چسباری تمام شد حالا راست نوبت چی لپتاپ کردن سعی شد گفتیم که شنگار بگیرین این قسم دیگه باز به خاطر که لپتاپ نیست مشته است به خاطر که لپتاپ کردن سنگ پلاستیکی لازم است دیگه این قسمی مشترک بگیرین مشترک این قسمی جنس و پیش دست قطع کنید این قسمی دیگه مشترک این قسمی بچرخونید این قسمی فهمیدی این قسمی دیگه لپتاپ میشه که دیگه مزبلش کنید راحت این قسمی سعی شد سعی کنید دوستان تابله آماده شد لپتاپ شد قشنگ شنگایش رو گرفتیم به خاطر که لپتاپش ناشتار هر چه لپتاپش تصحیح شد سعی کنید دستم روی پشت کار دیگه دوستان متوجه باشین دانه کار زمانی که شما لپتاپ میکنید اگر جنس مثلا نخوابه دینی را دینی اندازه سعی کنید قیچی بزنید نزدیک ده نمیشه مقوا قیچی بزنید به خاطر که جنس خواب نکنید شد اینا دیگه که لپتاپ میکنیم سعی کنید قسمی اینه جنسی که قیچی بزنید خیلی راحت قطع میشه فهمیدین به خاطر لپتاپ زیاد نمیکنید اگر قطع نکنید خیلی زیاد میکنید شد اینه سعی کنید دوستو لبکی را اگر چی نشد زمانی که شما لپتاپ میکنید ببینید این قسمت قطع نمیشه فهمید اذیت میکنید جنس اگر سفت باشه کمی دیگه باز اینی را کمی با این اندازه چک کنید قیچی بزنید سعی کنید اینه زمانی که قیچی بزنید دیگه آسان میشه لپتاپش ببینید اینه دیگه این شنگکی را سعی کنید اینی اندازه خیلی قشنگ سعی کنید این قسمی راست چک کنید لپتاپ میسته شد اینی را
کم بعد میفهمده شد. صحیح شد دوستا، آمادهش داره که خوب دوستا مرحله کشتکاری و چسبکاری و لپتاپ قشنگ اینا خلاص شد دیگه. روی کار است که ما ابر چسباندیم رویش دیگه. با زینی را باید این مارک چی را بشن ببینید، مارک YCL چی را باید بشنیم دیگه بزنیم بعد بریم روی چی دو دیگه. دوستای عزیز اینی اندازه است، ببینید اندازه اصلی اینی است که اندازه کار YCL بخ نوشته است که هر دانش هر کار که دو دانه از این میخوره پشت رویش گفتم که اینی روی کار است که اینی را پشت کار است دیگه. زیاد دقت کنید. سه شد اینی اندازه را دینیجا میمونیم اینی شکل فهمیدیم دیگه. سعی کنید کج کلا نش مکل دقت کنید بخاطر اگر کج بیاد دیگه اندازه دیگه با YCL هم که بزنین کج میسه شد اینی را میگیریم این قسمی سوراخ دیگه است به اندازه این میزی YCL سوراخ میتونیم سهش اینی را کلر میزنیم قسمی کنکتا پشتی این تجهیزات که بزنین سه است یه شد. این اندازه سعی کنید اندازه شور نخوره دوست تکان اگر بخوره دیگه کج میره. سعی کنید این سراخ شد ببینید این قسمی سراخ شد. حالا این چی میگیم مدلی چی رو میکنیم YCL سعی شد سرچکان نزنیم که انجام باشه که این قسمی میگیم مفید های شد. سعی کنید اینه YCL زرین سعی شد ببینید اینه قشنگ صاف آمده سعی کشکلانه خونده متوجه شدیم دیگه. اینه آهنگایی که بیشت سر زرم دیگه قشنگ کات کنید اینه قسمی دیگه مشتره بگیریم یک چطاقی پیچیدگی که هم بزنیم که کم مکان بیاد. سعی شد اینه رو متوجه باشین همیشه در ابتدا اینه چی رو بزنید مالکاره بخاطر که پاسانی که روی مثلا مستر میاد دیگه هم نرم دیگه دیگه خواستش پسند دیگه جدوانه سوالم شریعتی چیز بدنم شرفر مدلاک است همینجا دیگه بنیم قوا خوشی یعنی آسترم چسب میزنیم دیگه باز که پسند مارکه که بزنیم دیگه بچه های ازی کستنی پایش کستنی پایگاه نمیجی مدلا دیگه بیرون میه دیگه کار چی میه خوبش نمیه نصد سعی شد. سعی کنیم دوستا دیگه یعنی دیگه گفتیم که بخاطر کلاف اشتیم دیگه به این دیگه سرا دیگه میرمه که دیگه میزنیم بخاطر که بیش چسب فهمیدیم رو در روی سعی کنید این رو چسب میزنیم این قسمی سعی شد دیگه ایرم به می اندازه این شکل چسب بزنیم سعی استفاده شد. دوستان متوجه باشین دیگه زمانی که شما کلاف میکنید کلاف سعی شد خون چی بزنیم لفاف که است کمیشی است خیلی نرم است سعی شد نرم است بخاطر که اگر شما مقاومت کنید مقاومت خیلی سفت است دیگه باز خوابلچی خیلی مثلا سخت خاط میشه فهمیده شد. خون لفاف کنید لفاف کنید چی میاد راحت تر است. همه لفاف فعلا سعی کنیم که چسب میزنیم خیلی اندازه پسان با زیر قیچی میزنیم راحت تر این قسم سعی کنید سعی شد. سعی کنید فقط چسب بزنید دوستان رو قیچی میزنیم سعی شد. این سعی شد دیره چسب بزنیم دیگه نی به اندازه نیزی کنید قیچی زدیم دیگه اندازه لازم نداره که دستان بگیره دیگه یدم کنید دیگه باز از پیش خود قیچی بزنیم دیگه نی اندازه چندانه به خاطر کلاف کردن سعی شد. این سعی شد اینی لفاف چسب بدیم به خاطر کلاف اینیال سعی شد قشنگ که گفتیم ما کلاف میکنیم اینیال متوجه میشین که کلاف یعنی چی فهمیدید. اینی را چسب بدیم دیگه اینی را به اندازه برابر کنید این اندازه خیلی مثلا نزدیک به مقوا بچسبونید سعی شد فاصله دار نه فهمیدین این قسمی سعی شد دیگه وزیره که میزنین میرش باید خنزی دست و خشی باید نیر برابر کنید خنزی دست و جنس به خواب نگویدش باید قسمی سعی شد سعی شد این سعی شد دوستا دیگه این کلاف شد خلاص شد کلاف رو گفتیم نمیزی زهر بگیریم دیگه اضافه تر نگیریم دیگه نمیزی اندازه لپتاش ده جنس نمیزی زهر بگیریم کلاف شدگی است دیگه نمیره بیاد تا آخر نمیزی دیگه اینجا باز لفاف دیگه بروش بزن دیگه کسی بالاتر نه سعی شد
دوستان متوجه باشین که پشت کارم مثل روی کار فهمید، یعنی اون قسم کلافون شکلی اول چسب میزنیم. گفتیم که نیره مثل زیر روی کار چسب میزنیم، اطراف زیر دیگه که چسبیدیم دیگه نیره رسیدیم دخت تابلرش میزنیم که دخت میزنیم سه شد. دیگه ببینید هم از این طرف دخت بزنیم، هم از این طرف دخت بزنیم، از دو طرف دخت بزنیم. دیگه دخت نمیخواد، دیگه این طرف دخت نمیخواد. دیگه بازی پسند بود تا دخت میشه سه شد. دیگه باشیم از دو طرف که دخت زدیم سه است. دیگه دخت نمیخواد. این قسمی سعی کنیم. دیگه راسته یک چیز دیگر هم ذکر کنیم. شما زمانی که اگر ابتدا کار میکنیم، کسایی که محل چرخ کاری یاد میگیرن، حیث یک شاگرد چرخ کاری تجربه، شما به اینجا که میزانبند هستیم. میزانبند دیگه باز میزانبند که هسته دیگه پایه را تبدیل میکنی. دیگه باز این میزانبند از در رفتگی دیگه از در رفتگی جلوگیری میکنه که پایه از روی موزید لبی موزید کار در نروه، یعنی به لحاظ ساده بگیم خطا نخوره. این قسمی بودیم برای شما که بیشتر فهمیدش نرسه شد. دیگه کسایی که خیلی چرخکاری دیگه کم ماهر هست، دیگه اینو خلیفه هست، دیگه اینو نیاز نیست که میزان بند نرسه شد. این قسمی دخت میزنیم، سعی کنید خیلی به سرعت و آهسته دخت میزنیم. این قسمی ببینید که در نروه تا شما سه شد. این سه شد. این طرف دخت شد، این طرف علی این سوار دخت میزنیم، این طرف زیر پایه بانید. خب رسیدیم در مرحله که اینا رو دخت زدیم. از دو طرف از تابلر فقط پلاکچا مانده، پلاکچا رو جلگدگی است. دیگه اینا رو باز ما در ویدیوی جداگانه به خاطر ویدیوی جداگانه میدونم که ما آموزش میدونم، چون دیگه ویدیو خیلی طولانی میشه، دیگه همزه خاطر خسته کن میشه دیگه برای شما. دیگه همزه خاطر ما بود ویدیوی جداگانه اینا رو آموزش میدیم که چطور ما تو پلاکچه را جور کنیم. دیگه اینا اندازه داره قسمی که دیگه حلقه را رد می‌کنی و چسب می‌زنی، باز اینا رو هم دیگه رو در رو بچسبونی. گذشته از دیگه ایره یعنی به اینجا میگذاریم قسمی به نمیسان پایین‌تر از لبه کار دینی اندازه. دیگه این طرف با این طرف سعی کنید برابر بیاد. دیگه خانه داریم کن دو دیگه باز چی میکنیم را سراخ میکنیم این قسمی. سراخ میشه سیه است. بعد باش را نشانیم این قسمی سعی کنید رد میکنیم. اینه اندازه میره میشنیم. این قسمی با فرشکن چی میکنیم حالا، یعنی فرشکن سریع قرار میدیم. این قسمی رد میکنیم از بولشه. درستیم در مرحله چسب دادن. ببینید پشت کار روی کار فرق نمیکنه، هر دو طرف شه دو تا دورشی را چسب میزنیم. چسب بیون میزنیم، کوشش کنید که چسب روی لبه برنشنه، از خاطری که فهمیده میشه خوش میشه. دیگه باز مرز دید قرار میگیره. دیگه تا دورشی را قسمی چسب میزنیم. سه شد. سعی کنید دوستان تابله کارم این قسم چسب میزنیم. فهمیده شد. این هم سعی کنید کوشش کنید که چسب روی لبه برنشنه. دور تا دورشی را طرف قشنگ چسب میزنیم. خیلی دقت کنید که چسب تکمیل زده شده، به خاطر که باز وقت چسباندن در تنه کار فهمیده میشه. این قسمی سر تا سر چسب بزنید. سه شد. خب دوستای عزیز ببینید بعد از اینکه چسب زدین چسب یک چند دقیقه بگذاره خشک کنه. بعد از اینکه خشک شده کم باز این قسمی لیتر میگیریم. سراسر اطراف کار فعلا چی هست؟ روی گلگوزی هست. این قسمی لیتر میگیریم قشنگ. خب سعی کنید تابله کنم. این قسمی لیتر میگیریم. سراسر داغ به این قسم خراب قشنگ سعی کنید. متوجه باشید که زیاد چی نشنید به شما سیاه نشند روی کار که شعله بندک یا لیتر رو طرف نروه. خب رسیدیم حالا لیتر گرفتم خلاص شد. این قسمی میچسبانیم. سعی کنید
سعی کنید دوستان این پشت کار است، فهمیدید؟ اینا رو هم قشنگ لیتر بگیرید، سعی کنید کسی ها نشناسه به شما. روی کار لیتر گرفتیم، قشنگ چسب دادیم دیگه، فقط من در پشت کاری همین قسم لیتر بگیریم که چسب تاق بیا، بعد میچسبونیم با تاق. سعی کنید طرف داخل کار هم این قسم ببینید، یک طرفش زدیم یک طرفش من در دنیرم لیتر بگیرید خواب قشنگ. سعی کنید این قسم. خب دوستا سعی کنید حالا میچسبونیم، خیلی دقت کنید که در اینجاست به شما اشتباه نیاد، قشنگ میزان از دو طرفه بچسبونید، خاطر چسب بیوسته که دوباره کنده نمیشه، خیلی سفت میگیره، خیلی مکان. این سعی کنید در دو طرفه چسب بدیم، فعلا سعی کنید این دان کار است، قشنگ سعی کنید داخل چه یعنی اطرافش است دیگه تقریبا کار آماده است، فقط یک زیب واسطش رستیم ملی زیب میگیریم، یعنی اندازه طولی میزی است، کار میلیکی است دیگه. این رو بدینجا قبلا بودش داده بود که طول را بیشه قسمی چند سانتی دوخ میزنی، فعلا این نخی است امر انگلیزی نیست با خاطر که این مرحله قرار نداره شد دیگه. باز دوخت اصلی از این طرف میگیرید دست سه شد دیگه. این رو قسمی بروش میزنیم بند اندازه، اینه اندازه سه شد دیگه. از این طرف هم اینه اندازه میگیریم سه شد دیگه. اینجا قیچی میزنیم، این قسمی برای که داخل متوجه میشه دیگه بهتر دیگه. سه شد اینه زیبا بروش دادیم دیگه بسته سه شد دوستا. ببینید این کلیه جلسته قشنگ این رو گفتیم که میید وقت است بنابراین قرار نداره فقط بود تسلیه بینیمورفه شد که نفت توی بود هم شکل استفاده شد. این رو این قسمی میگیریم این لیتر شد بودید چه قرار میدیم و هر بالا میدیم این قسمی زیادی پایان میدیم کنده شد به اینجا سرخایی نمیدنیم نیم تا و به اینجا چی میدنیم استاد میکنیم دیگه زیر باز کنیم. این قسمی این را چاپ کنیم، این قسمی پایه را بلند کنیم سه شد این پایه آخر استفاده به اینجا میچرخونیم میدونیم با زیر میچرخونیم میچرخونیم این قسمی این کلر را به اینجا کارم این قسمی زیر پایه به اینجا مقصد سالمی ببینیم اینجا مقصد مقصد این رو میشه کنیم زیاده که لطفا نشد اینجا مقصد خواهیم سعی کنید دوستان دختازی فعلا خلاص رسته شد دلی زیبا باز زیبا سوار کنیم در اینجا دیگه فعلا چرا نمیم سری زیبا رد میکنیم زیبا است و اینه چی است سری زیبا است. این قسمی زیبا تا اینه اندازه را داخل نمیده اینجا سه شد باز باید ناخون خواب از یک کمک میگیریم که زیاد چینش نبور نشود و دینی را به من اندازه داخل میکنیم باز بانه انگشت فشار بده. این قسمی خیلی راحت سر زیب رد میشه سه شد. خب دوستان این وقتی که زیب رد کردیم این سر زیب فعلا این قسمی است باز است این سر زیب این قسمی دو طرف شرقات میکنیم دیگه با منی جگدین یک کوتی جنس این قسمی چاشن اندازه از یک قیچی زدیم بخاطر که میگه داخل زیریم داخل کافی زیر این قسم سر زیر مکانش نکنده شد بود این قسمی میگیم دیگه با اینجا دو سه سال خواهی میزنیم که باز میشنسه شد. خب گفت از فعلا تمام شد دیگه این قسم قیچی میزنید و این را میزه طرف شد برگردان که این قسم قیچی میزنید خیلی قشنگ سعی شد این قسم سعی شد. خب این زب خلاص شد رستیم روی مرحله آستر را که روی میزه لبکی چکنیم سوار کنیم سعی شد این اندازه آستر است دیگه آستر هم پشت روی دارم متوجه باشیم به این مرحله دیگه برای دخمه زمین دیگه لبکی را روی زب قرار میدیم از دو طرف سعی کنید میزان به این اندازه
شد دیگه این رو متوجه باشیم بسیار از زیبا بفتشون دیگه این رو این ساحی که ملک میزنم این قسم اینجا استاد میکنیم وقتی که استاد کردیم اینی را اینی کلی زیر سایت میگفتیم که اینی دخت سیابود اینی زیر زی قرار میگره که در مرحله دید قرار نداره خیلی اینی را به زیر زی قرار میدیم اینی اندازه سعی کنید اینی رو بالا میکنیم اینی اندازه قرار دیدید سعی کنید که کنی میزان بیارید سعی شد این قسم اینی رو باز دوباره رها میکنیم قسمی حالا دخت اینی اندازه به خیلی زیاد یعنی پایین نیا بخاطر که نگذارد به اندازه زود دانکار دخت بخوره سعی شد سعی کنید هر کار که استاد دو دانستر میخواه یک تایی بود یک تایی هر دانه دو دانه لبی که میخوره بگیرم با ما اندازه پیشتر لیفتیم میزان قرار بودید این قسم برد آمده دینی ساحه باید استاد کنید باید از این که استاد کردیم اینی رو به زیر ازی قرار میدید این قسم تایی شد میره خیلی آهسته کار میکنم زمان که قشنگ بنداش نه دیگه فکر کنید که اینی دهان اینی آبشین رجوع کنید لبکات به دهان میزان برادر شناسه شد اینجا متوجه باشید ناسه شد این سعی کنید برابر بره دیگه متوجه باشید اگر کج بره دیگه پسان میره که بزنیم خیلی کج میره کار خود کج استاد میکنه شد این قسم خب دختی خلاص شد فعلا این یادشین که سعی کنید این قسم برابر میکنید قشنگ میزان این دیگه باز دینه اندازه سعی کنید اینمی اندازه گرفتید سه است که متناسب با ما دان کار بیاد سعی کنید اینمی اندازه که میگیم سه است فهمیدن یا باید بلند دین اینجا دو ساعت میزنید دیگه اومده در اینجا باید استاد کنید دیگه باسترد میزان برابر کنید این طرف هم برابر کنید این قسم شد سعی کنید دخت تمام شد دیگه بعدی را امزی بعدی امزی دخت بزیر را چی میکنیم آرایش میکنیم قشنگ دیگه سعی کنید هم دانکار آماده است سعی شد لبکی و دیگه مرحله زبزار کردن و که روی کلگی شد دیگه تمام شد دیگه این قسم آرایش میکنیم شد از امزی اندازه سعی کنید دخت نگیرم کنید این رو رایش کردیم تا قشنگ بخاطر که کار ذره منظم و تمیزتر منظر شد خوب استاد خلاص شد دو پس چه خلاص شد دیگه به این حال آمده چسب میزنم قسمه شده چسب میزنیم بعد برگردان میدیم این طرف شدن چسب میزنیم این شکل خلاص شد میره کار روشن ماند همین داخل کار من قسمی چسب میزنیم تایی شد این اندازه سعی کنید زیادتر لی لبه نه چسب در مرحله دید قرار میگیره خیلی باز کار یک ذره خراب میشه شد این طرف قشنگ چسب میزنیم این قسم چسب بزنید خلاص شد خب دوستان چسب زدیم دیگه چسب ما مکان خشک شد دیگه نیره داخل میانیم قسمی قشنگ یعنی یاد شنگار رو دینجا برابر میزان
این قسمی میرم به اینجا، این دیگه بازی طرف شدم. این قسم داخلی میره شنگاه شدم. این قسم میزان میچسبندیم در اینجا. چسب از خاطر زدیم که دو طرف لبکی با تنه کار تو بیچسب خشنگ. این قسم دیگه لبکی را سعی کنید زیادتر بالا پایین نه از یک بگردن شد، خیلی میزان برابر باید بیاد. این قسم سعی شد. دیگه پشت کارم این قسم سعی شد. این قسم قشنگ اینا آماده شد. دیگه بس سعی کنیم دیگه آماده شد. لبکی را چسباندیم قشنگ. فقط یک مرحله مانده، یک مرحله که لبکی را باید دوخت بزنیم که بطور این مرحله آخرش است که دوخت بخوره. دول شد دیگر تمام میشه کار آماده. اینا بخیر دوستا، میریم ما آماده شد. کار لگی شد. فقط یک مسئله که سلطنی میتونی دیگه مثل میگه وارد داخل پلاستیک میکنیم. این قسمی دیگه فقط یک تا دو مرحله شما دیگه تمام شد، تکمیل شده. خلاص است. دیگه یک تا این مدل است که مدل رنگ سیاه است. این مدل وایسل که برای شما مزش دادم. صفر تا شده کار لگی شده. این هم از نتیجه کار مرحله آخری